با شما در باب نماز و بی نماز صحبت ها داشتم و انشاءالله باوری کامل هم دارم که این صحبت ها بی تأثیر نمی ماند و هر یک شخصیتی که سخن خدا و پیغمبر را می شنود وظیفه‌دار است که این سخن ها را برده در خانه خود عملی بگرداند. انشاءالله بعداً اجر او پیدا می شود. حضرت عمر می گوید ان اهم امركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. حضرت عمر بار تمام حکومت در اطرافش جمع کرد. وقتی که در خلافت نشست، یعنی در پادشاهی که نشست بعد ابوبکر صدیق، حضرت در حال سروزیر فیراد کرد تمام وزیرها تا گرفتن نزد من بیا، تمام شخصیتی که در حکومت من کار میکند همه را در نزد من حاضر کن. همه جمع شدند. حضرت عمر اولین سخنی که گفتند ای بندگان خدا، ناوابسته شما در کدام پایه حکومت من کار میکنید، اولین وظیفه که من در ذمه شما میگذارم این است که نماز در وقتش ادا کنید، بی نماز نباشید. فمن حافظ علیها حفظ دینه، کدام از شما گفت اگر نماز در وقتش میخواند معنای این را دارد که وی دفاع از اسلام کرده است و دین اسلام را محافظت کرده است و دین خودش را محافظت کرده است. و من ضیعها، اگر کدام شما مبادایی که وظیفه شما، مبادای پولداری شما اگر سبب شد و شما نماز ضایع کردین، پس من از شما باوری ندارم که این جمعیت از دست شما آباد شود. شما وقتی نماز ضایع کردین، شما در این مردم مسلمان خدمت کردن نمیتوانید. این سخن حضرت عمر بود روزی که در تخت شاهی نشسته بود. حضرت عمر میدانستند که حدیث پیغمبری خدا را خوانده بودند که ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم و الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. و میدانست که پیغمبری خدا گفته بود که ای بندگان خدا هوشیار باشین که خداوند در پولداری شما نظر ندارد، در صورتهای زیبای شما نظر ندارد، در اولاد تو از کدام اولاد اجداد هستی، تو در کدام پایه کار میکنی، به این نظر نمیکند، بلکه نظر میکرد از پروردگار ما الی قلوبکم و اعمالکم، فقط دلهای شما را نگاه میکنم، عملهای شما را نگاه میکنم که در دل تو چی نیت است و عمل تو چی گونه عمل است. حضرت عمر اینو میدانستند، خدا رحمت و مغفرتشان کنند، و میدانستند که یک زمان موقت من سروری میکنم و فردا که نزد پروردگار رفتم مرا از این نماینده ها میپرسند که اونها را دعوتی بر نماز کردی یا نکردی. چه مبارک بودن حضرت عمر. اگر تاریخ را ورق زنیم باور که انسان آب چشمش داشتن نمیتونه. چه مبارک حضرت یک خلافت کردن. باره میگوید حضرت عمر یک معرکه در آمدن که در اونجا محمد ابن مسلمه یکی از آدمای حقیقت گو بود، حقیقت را میگفت.
کجروی کدام شخصی را که میدید همون زمان حقیقت را میگفت. و حضرت عمر نزد همین قوم آمد، نزد همون حلقه آمد و گفت ای محمد، گفت ابن مسلمه، تو یکی از آدمهای حقیقت گو هستی، الحال خلافت من چگونه است، پادشاهی من چگونه است؟ حضرت محمد گفتن، عمر گفتن عدالت تو خیلی به اندازه بلند است، بسیار یک عدالت کلانی داری. بازم این قدر مالی که در بیت المال جمع می شود، تو چنان دلی تو از دنیا مردگی هست که در تلاش جمع کردن مالم هوس نداری، در مال جمع کردنم هوس نداری. حضرت عمر دوام دادن، گفتن محمد گفتن اگر با شرطی که من یکی کجروی کنم چی؟ اگر مبادایی که فردا یک کجروی میکنم، یک احکام پروردگار را میشکنم. این محمد ابن مسلمه گفتن، عمر گفتن اگر تو گفتن کجروی کنی، اگر مبادای یک آیت یا یک حدیث پیغمبری خدا را اگر تو پایمال کنی، من تو را با شمشیر راست میکنم. حضرت عمر گریان شدن، گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که در بین ما قومی بود است که اگر عمر کجروی کند، عمر راست میکند. این چگونه یک آدمی خاکساری بودند. الحال من در همین مسجد امام خطیب هستم، اگر یک نفر یافت شود یک کمبودی مرا گیرد، من غضبناک میشوم، حالان که این کار من نادرست است. باید که من راضی شوم، بگم خوش به حال تو که کمبودی مرا گرفتی. چی مبارک حضرت ذاتی بودند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. از همه امر مهم نزد من گفتن این نماز است. کدام از شما گفتن در حکومت من کار میکنید، باید که نماز ادا کنید. بار حضرت میگن مسجد در آمدن دیر کردند، مردم قوم انتظار که حضرت عمر می آید. حضرت عمر نماز قوم میخوانده میدادن، وقت اون زمان پادشاه ها پیش می در آمدن. کمی دیر کردند، قوم بی‌ضابطه شدند، بی سرانجام شدند. به ناگاه حضرت عمر در آمد و نزد قوم عذرخواهی کرد. گفت قسم به خدا، گفت این یک لباس تری که در بدن من میبینید، این لباسی هست که هم مهمانهای رهدوری را با این قبول میکنم و هم برای مسجد آمدن با همین لباس نماز میخوانم. الحال تر بود، کمی ایستادم تا که یک خشک شود و در بدن کنم آمدن نماز شما را خوانم. در خلافت نشسته بودن، یک کرته در بدن داشتن، هم مهمان قبول میکردن، هم با این نماز مردم میخواندن. الحال سوالهای خیلی زیاد است. انشاءالله فکر میکنم در باب نماز کفایت کننده است. خیلی صحبتهای زیاد کردیم. 5 جمعه با شما در باب نماز و بی نماز صحبت داشتیم. انشاءالله برای آدمی که اگر یعنی ذره در وجودش ایمان باشد، خدا ترسی باشد، این سخنهای ما البته در او تأثیر میکند و خانواده خود گفت پیغمبر خدا امر بر نماز میکند. السلام علیکم داملای محترم. خدا شما را نگه دارد. ما از 90 کیلومتر هر جمعه اینجا می آییم و از شما خواهش دارم که یک جمعه در نماز جماعت و جمعه دیگرش در فضیلت علم و علما صحبت کنید و این کاسته ها را ما به شهرهای دور ارسال میکنیم. یعنی انشاءالله این برادر میداند که من چند جمعه خود اعلان کرده ایستادم که بعد سوال جواب در باب نماز جماعت صحبت میکنیم و در باب فضیلت علم و علما و یکی دیگر موضوع ما موضوع سطر هست. انشاءالله این موضوع ها که چند تکلیف ها شدگی هست انشاءالله من صحبت دارم.
دوم سوال کردن امام بخاری چند حدیث در کتابش آورده است؟ امام مسلم چند حدیث در کتابش آورده است و سال تولدشان را می گفتید. امام بخاری که اصل نامش حضرت محمد است، محمد ابن اسماعیل، میگوید که من از بین 600,000 حدیث این امام بخاری میگوید که من 600,000 حدیث جمع کردم از پیغمبر و از بین اینها 7257 حدیث در کتاب صحیح بخاری وجود دارد و همین 7257 حدیث از بس که میگوید یعنی یک تکرار باز شدگی هستند، یعنی یک حدیث 2 بار 3 بار هم در این کتاب که آمدگی هست، از این خاطر حدیث های تازه به تکرارش 4000 هست. و سال تولدش 194 هجری هست، بگیم 184 سال بعد پیغمبر خدا به دنیا آمدگی هستند و 256 هجری از دنیا گذشتند، همگی 62 سال حیات دیدند. در قصه ها می آید که همین باید ما و شما افتخار کنیم که این صحیح بخاری این بعد قرآن کتاب معتبرترین در روی دنیا به شمار می رود و این از اولادهای ما و شما هست. از بخارا محمد ابن اسماعیل، پدرشون هم آدمی با تقوا بودند، مادرشون هم آدمی با تقوا بودند. یکی از دوستان پدرش حکایت میکرد در همین کتاب امام بخاری که وقتی در حالت سکرات مرگ بود پدرش اسماعیل، من خبرگیری رفتم و به سوی من گفت ای حجر، گفت حجر بودن این کس، اینقدر حیاتی که من دیدم، گفت قسم به خدا، گفت 1 درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست، 1 درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست. گفت و فرزندهاشم بسیار الکی خودی همین فرزند محمد ابن اسماعیل خود گواهی میدهد که از چگونه اولاد البته به دنیا می آید. این از حساب لقمه حلال این فرزند به دنیا آمدگی هست. میگه در خردیش وقتی که این محمد تولد شد پدرشون از دنیا گذشتند. در آوان خردی میگوید همین محمد ابن اسماعیل نابینا شدند، خرد بودن، میگد نابینا شدند. مادرشون بی نهایت غم میخورد و پیوسته شبها نماز تهجد داشت، میگد زاره و تولا به درگاه پروردگار میکرد که خدایا این فرزند مرا بینا بگردان. شب از شبها میگوید در خوابش حضرت ابراهیم خلیل الله در آمد و گفت مادر، گفت این زاره و تولایی که تو به سوی خدا کردی، خداوند دعای تو را اجابت کرد و فرزند تو را بینا گردانی. این مادر میگوید من از جا خیستم، تا زمان پیش فرزند میرفتم صدای همون ابراهیم از گوش من دور نمیرفت، همین صدای می آمد که فرزند تو شفا یافت، فرزند تو شفا یافت. آمدم نگاه کردم که این محمد شفا یافتگی از چشمهاش مثل چشمهای بینا میگه گشاده شدگی بود. 10 ساله بودن که حضرت الکی حدیث از یاد میگفتن، 10 سالگی ده الکی حدیث از یاد میگفتن. این هم یک افتخار مردم ما و شما است که ما صحیح بخاری داریم. و امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری سال تولدش 204 هم گفتن، 206 هم گفتن، 216 هجری هم گفتن. و این حضرت 4000 حدیث در کتاب خودش جمع کردگی است که اینش به اینش باز تکرار آمدگی هست. این یک مختصرا جواب این برادری که برای ما گفتند. سلام داملای محترم، در یک معرکه یک حدیث پیغمبر را خواندم. یک دانشجوی اسلامی گفت که این حدیث را پیغمبر نگفته است
بلکه این را دشمنان اسلام داخل کردند. داملای عزیز، آیا این حدیث از پیغمبر هست یا نه؟ و آیا این درست است یا که در حدیث های پیغمبر در حدیث های پیغمبر باز حدیث های دروغ را هم دشمنان داخل کرده باشند؟ این برادر ما یک حدیث خوانده است که به نام انا مدینه العلم و علی بابها، که پیغمبر که حدیث ترمذی است میگوید که من شهر علم هستم و دروازه همان شهر حضرت علی هست. اگرچند در این اختلاف زیاد است. ابن جوزی میگوید بالکل این موضوع باطل است. این حدیث میگوید حدیث پیغمبر نیست. اگرچه میگه ترمذی روایت هم کرده باشد، لیکن ترمذی از لفظ خودش بازگشته است، گفته است من این سخن نگفتم. یعنی در اطراف این حدیث بحث های زیاد است. بعضی از محدثین ما و شما میگویند که این حدیث نه صحیح است نه باطل است، بلکه حسن است، یعنی نیک است. این گونه هم بحث ها وجود دارد. از این خاطر من از بس که اختلاف های زیاد در اطرافش نگاه کردم، برایم به یگان خلاصه نآمدم. انشاءالله این را باز من از داملاهای محترم میپرسم و بعدا صحیح ترش باز برای شما خبر میدهم، زیرا که در اطرافش خیلی سخنهای زیاد است. لیکن هر برادری که حدیث میگوید، امروز زمان شده است که حدیث باید که راوی داشته باشد. حدیثی ضعیف است، حدیثی موضوع است، او حدیثی مثال صحیح است، باید که تو دانسته گویی. امروز زمانی نیست که هر کدام شما یک حدیث خوانین گویین که این را پیغمبر گفته است. میگوید که این برادر که آیا در حدیث های پیغمبر هم حدیث های دروغ در آوردند؟ در دوره های هارون الرشید میگوید وقتی که زندگی را دستگیر کرد و حکم کرد که این زندگی را نابود کنین، زندگی به طرف هارون الرشید گفت ای هارون الرشید چرا مرا قتل میکنید؟ گفت تا که مخلوقهای خدا، تا که بندگان خدا از ضرر تو امین مانند. و بسیار ضرر میداد در مردم طلا و تاراج میکرد. گفت ای هارون الرشید، گفت مرا قتل نکن، گفت زیرا که من 1000 حدیث در حدیث های پیغمبر از نام خودم تیار کرده در آوردم. اونها را چگونه جواب میگویی؟ اونها را چگونه جدا کرده میتانی؟ 1000 حدیث زندگی میگوید که من خود تیار کرده و در حدیث های پیغمبر پرداختم. شما آنها را جدا کردن نمیتونید. هارون الرشید گفتند تا زمانی که ابو اسحاق فزاری و عبدالله ابن مبارک باشد، گفت من انشاءالله، گفت اون حدیث هایی که تو تیار کرده و در حدیث های پیغمبر پرداخته ما جدا کرده حرف به حرف میگیریم شون. یعنی البته دشمنان اسلام در بین حدیث های پیغمبر خدا حدیث های زیاد پرداختند که امروز علمای ما و شما و پیشواهای ما و شما این حدیث ها را جدا کرده گرفته ایستادند که کدامش از پیغمبر هست و کدامش از پیغمبر نیست. داملای محترم حاجی میرزا، خداوند شما را از همه آفت و تهمت ها نگه دارد. بعداً یک سوال دارم. ما یک رئیس جماعت داریم و کسیته های شما را گوش کرده به شما مخلص است، لکن ما میگوییم که در توی معرکمون حاجی میرزا آمده امر معروف کند و تماما راضی نمی شود و اجازت هم نمی دهد. شما چی میگویید که تا که وی سخن شما را بشنود و به سر مقصد آید؟ رحمت به شما. اولا من چی میگویم؟ اولا میگویم خدای مهربان کدام رئیس جماعتی که نباشد خدا توفیق شان دهد، خدا هدایت شان کند تا که پیش راهی امر معروف و نهی منکر را نگیرند. کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرت. مولوی بر رئیس جماعت خطاب میکنه، میگوید ای رئیس جماعت،
کن حلقه دل و جان و گوش پند و خیرت، در صحبت واعظان چو دیوار مشو. در صحبت واعظان چو دیوار مشو. دیوار پیش راه را میگیره، میگوید کسی نباشی پیش راهی واعظا را نگیر، پیش راهی امر معروف نگیر، بلکه از امر معروف خودت استفاده ببر، بلکه خودت تشکیل کن که تا که یک واعظ آمده مردم پند و نصیحت کند. امروز الحمدلله که اگر شما شب گوش کرده باشین، رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند، پشتیبانی از دین اسلام میکند و میگوید که این دین، امشب ما گوش کردیم، همه شما گوش کردیم، این دین صلح‌خواه است، دین نیکخواه است، دینی هست که میخواهد در سراسر عالم صلح پیدا کند. این گونه دین است. این دین به تروریسم هیچ وابستگی ندارد. امشب اینها از زبان رئیس جمهور ما و شما صدا داد. وقتی رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام کند، رئیس جماعت کی است؟ رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند. خدا میگوید فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین، و مردم پند دهید. پند جمعیت آباد میکند. من چند برآمدهایی که در دوشنبه داشتم، در بین بسیار وظیفه‌دارهای کلام بود. گفتیم پیغمبر خدا گفته است که هر وقتایی که اگر شما امر معروف و نهی منکر را ترک کردید، برکت قرآن از آن سرزمین برداشته می شود. من امروز همین آرامی که در جمهوری می بینم و دائم دعا می کنم که خدا این آرامی را از ما نبردارد، من این آرامی را، این یکدیگر فهمی را در همین موعظه ها می بینم. این پیشروی هایی که ما دعا می کنیم در هر یک نماز که خداوند اقتصاد دولت ما را بلند گرداند، رهبری دولت ما را عمر دراز دهد، عملهای خیری که دارن برای آبادانی تاجیکستان خدا موفقشان گرداند، این دعاها یا تأثیر ندارند؟ البته تأثیر دارند. در بین 1000-2000 آدم دست میبرداری، خداوند دعای ما و شما را قبول میکند. پس باید که البته اون برادری که کسی نه اون مخلصی من میشد، هیچگاه من نمیکرد که در معرکه‌های اونها ما اشتراک نکنیم. این مخلص نبوده است. اگر مخلص میشد میگفت که البته این شخصی است که ما خودمان همچون یک آدم حکومت به حساب میرویم. ما از یگان دنیای دیگر نآمدیم، ما فرزند همین دیار هستیم و ما نیکخواه همین دیار هستیم و ما دعایم دعا میکنیم که انشاءالله این جمهوری ما را خدای مهربان پرفیض و پربرکات نگه بدارد. خوش به حال همون رئیس جماعت هایی که در این کارها صد راه نمیشوند بلکه خود تشکیل میکنند. یکی وقتی که پیش راه را میگیرن فراموش نکنن که این نبطش ربک لشدید. خدا میگوید ای انسان یقین بدان که عذاب من بسیار دردناک است، عذاب من بسیار سخت است. کدام شما اگر مقابلیت نشان میدین، کدام شما اگر پیش راهی موعظه و اسلام میگیرین، فراموش نکنین که وعید حق بی‌نظیر است که ایزید دیرگیر و سختگیر است. خدا دیر میگیره و بسیار سخت میگیرد. اکای دامله حاجی میرزا، در مسجد ما یک ملا داشتیم، نماز را نه سراستیمه میخواند و نه آهسته، یعنی میانه. او را و یک ملای دیگر داریم او تیز میخواند، او را میخواهند. آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار میشود،
اگر ساعتها راستش مانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند.